بدعت چی است؟ بدعت در لغت هر چیز نوآوری و هر چیز نو رو میگویند، پیدا شده رو میگویند. اما در اصطلاح باشد بدعت آن چیزی است که در دین وارد شده است و برخلاف آن چیزی است که رسول الله صلی الله علیه و سلم و صحابگان کرام در اعتقاد و عمل میباشند، این رو بدعت میگویند. یک بار دیگر، بدعت چی است؟ بدعت آن چیزی است که در دین وارد میشود، در دین وارد شده است، که این چیزی که در دین وارد شده است، در این وارد کرده شده است، برخلاف آن چیزی است که پیامبر الله صلی الله علیه و سلم و صحابگان کرام در اعتقاد و در عمل بودند است و بدعت حرام است. چگونه که الله سبحانه و تعالی میفرماید در سوره نساء آیه 115: و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى، هر کی پس از آن که آشکار شدن راه هدایت با پیامبر الله صلی الله علیه و سلم مخالفت ورزد و یتبع غیر سبیل المؤمنین، مخالفت نماید سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم را و همچنین پیروی راه مؤمنان را نکند، نولیه ما تولی و نصلیه جهنم و ساءت مصیرا. پناه به سوی الله. الله میفرماید و او را میگذاریم به آن راهی که اختیار کرد رفت. پس تو بدان امروز که آن راهی را تو انتخاب مینمایی از پایبندی به کتاب الله و سنت پیامبر، پس این راه را انتخاب نمودی، خوش به حالت. اما اگر راه این را غیر این را اختیار نمودی، راه ضلالت اختیار نمودی، الله چی فرمود؟ او را میگذاریم به آن راهی که اختیار کرده است. راهی را که تو خود اختیار کردی، تو را به این راه الله میگذارد و الله میفرماید که و او را به نیکی و خوشبختی توفیق نمیدهیم. اگر تو راه بد رو انتخاب نمودی، پس از تو توفیق پیدا میکنی. باید قلبت شده باشد برای حق. در آخر چی فرمود؟ و نصلیه جهنم، پناه به سوی الله. بلکه میفرماید که ما جایگاه آن را بعد مرگ داخل جایگاه جهنم قرار میدهیم و ساءت مصیرا، و جهنم چی سرانجام بد است. سوره نساء آیه 115 گفتیم. و رسول الله چی فرمود؟ و ایاکم و محدثات الامور، بپرهیزید از نوآوری ها، از بدعت ها، فان کل محدثه بدعه، به درستی که هر سه نوآوری پیدا شده این بدعت است، و کل بدعت ضلاله، و هر بدعت چی است؟ این راه گمراهی است. این را ابن ساریه رضی الله عنه روایت کرده است. روایت ابی داود است و ترمذی و ابن ماجه و احمد هم روایت کرده است.